سلام رفقا، شبتون بخیر. خیلی خوش اومد به یه ویدیو دیگه از فیلمیک پلاس و بریم سراغ قسمت پنجم سریال زخمکاری بازگشت. قسمت قبلی رو نرسیدیم بررسیشو بذاریم چون هم مریض شده بودم، همین که واقعا قسمت 4 به معنای دقیق کلمه هیچ اتفاق خاص نیفتاد. یعنی یه قسمتی بود که به اطلاعات فیلم نامه هیچ چیز خاصی اضافه نشد و امیدوارم که این حرفی که قرار سریال تو این فصل 30 قسمت باشه و تو 3 تا چپتر، یعنی تو 3 تا بخش ارائه بشه، تو 3 تا بخش 10 قسمتی، این اتفاق نیفته. چون پتانسیل داستانی که ما داریم اینجا میبینیم پتانسیلی نیست که بتونه 30 قسمت ادامه داشته باشه. اگه قرار باشه این سمتی بره مجبور میشیم که مثل قسمت 4 یه سریالی ببینیم که شیلنگ رو باز کردن توش و آب بستن بهش، فقط دیالوگ میبینیم، خواب میبینیم، رویا میبینیم، غم و غصه میبینیم و اینا. هیچ اتفاق خاصی تو روند داستان نمیفته. حالا برخلاف این قسمت که یه خورده قصه رفت جلو، یه خورده اتفاق افتاد، یه خورده نقشه‌ها روتر شد و امیدوارم که کمش کنن، ببرنش همون سمت 15 قسمتی که ما تو فصل اول داشتیم. اتفاقا کافی هم بود، همه چی سر جاش بود، بهترین پایان هم داشت و همچنان حرف از این هست که آقا کاش اصلا ادامه پیدا نمی‌کرد. نظرتون تو کامنت ها برام بنویسین در این مورد که شما دوست داشتید اصلا الان با این 5 قسمتی که دیدید دوست داشتید زخمکاری 2 ساخته بشه یا به نظرتون همون اتفاقاتی که قسمت اول تو فصل اول افتاد کافی بود. با مالک شروع میکنیم، کسی که بالاخره تو این قسمت یه خورده میزان سکانساش بیشتر شد. از اون 10 دقیقه پایانی که میاد لوگوها رو میشکنه و غم و غصه و گریه و اینا یه خورده فاصله گرفت، هرچند اون گریه و اینا رو داشت ولی حداقل یه خورده جریان در مورد مالک پیش رفت. ما دیدیم یه سری اتفاقات داره میفته ولی یه سری اکتا اضافیه، یعنی برای اینکه نشون بدیم مالک آدمیه که الان به مرحله جنون رسیده، نمیدونه با زندگیش چی کار کنه، برای پسرش دلش تنگ شده و میخواد زندگیش رو به جلو حرکت بده، میخواد یه اتفاق تو زندگیش بیفته، انتقام بگیره و اینجور چیزا. نیاز به این نداریم که هی مالک گریه کنه، هی خودشو بندازه تو استخر، هی لوگو بشکنه. این کارو اصلا نیاز نیست. شما کافیه فیلمنامه رو عین فصل اول جوری بچینی که کاراکتر مالک برای ما در بیاد. کاراکتر مالک تو فصل اول اینقدر از این کار اضافی نمیکرد. اون دیالوگاش، اون بازی که کارگردان ازش میگرفت، چون بازیگر به تنهایی که نمیتونه سریال رو، فیلم رو در بیاره، نیاز به این داره که کارگردان یه وظیفه‌ای بهش بده و بازیگر بره اون وظیفه رو اجرا کنه، اون دیالوگ ها رو بگه، اون اکت رو اجرا کنه. اینجا نه اونقدر اتفاق نمیفته، نه اونقدر دیالوگی نیست. یعنی مالک خیلی کم دیالوگ داشته چون چند قسمت. این باعث میشه که اون شخصیتی که داره پردازش میشه اونقدر که باید و شاید برای مخاطب آشنا و یا میشه گفت عمیق نشه. فیلمنامه مسیر درست داره میره ولی اجرا باهاش اونو نمیاد. یعنی ما دیدیم که مالک این قسمت سعی کرد که با اون طلاقه وقت بخره برای دستگیری طلویی و جمله جذاب بگه آقا من به طلویی نمیبازم. ما از بقیه کارهای مالک هم همینو انتظار داریم، نه اینکه ما مالک ضعیفی ببینیم که هیچ پلن به خصوصی نداره، فقط داره سعی میکنه که ناراحتی خودش رو به شکلی بروز بده و در حبس مثلا یک نماینده قانونه که حالا راجبش جلوتر حرف میزنیم. نفر بعدی که میریم سراغش سیماه، کسی که همون جوری که توی ویدیو قبلی گفتم داره یاراش رو جمع میکنه، تیمش رو داره آماده میکنه. میثم رو من گفتم ممکنه از دور بره سراغش، دیدیم که نه اصلا از دورم نرفت، قشنگ در نزدیکترین حالت ممکنه بهش و بازیگردان جدید این صحنه خواهد بود و این بازیگردان جدید هی قراره به این نقش اولش که میثمه نزدیکتر بشه. شما میبینید تو قسمت آینده که این نقش اول یعنی میثم با سیما رابطه نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر پیدا میکنه و ذهنتون نره اون سمت، از لحاظ کاری دارم میگم. و سیما سعی میکنه رابطه شیدا با میثم هم خوب نگه داره که بتونه تاثیرگذاریشو بیشتر کنه، پلناشو بیشتر کنه برای طلویی، چون هیچ کس الان بیشتر از میثم علاقه‌ای برای از بین بردن طلویی نداره. و بعد بک ماجرا که چرا سیما انقدر با طلویی مشکل دارم، به نظرم تو 2-3 قسمت آینده حداقل یه بخشایش ریلیز میشه، به خاطر اینکه این حجم نفرت، این حجم برنامه، این حجم پلن چیدن برای اینکه به اون نقطه برسه نمیتونه صرفا سر این باشه که من حقمو از زندگی میخوام یا پول میخوام یا اینجور چیزا. باید یه دلیل محکمتر و فراتر از اون داشته باشه که بخواد
این همه کار براش بکنه. ولی خب قصه فقط به سیما ختم نمیشه. برادر شیدا هم قطعا تو قسمت آینده مشکلاتش و اون نزاعش میشه گفت با میثم بیشتر و بیشتر میشه، مشکلاتشون عمیق‌تر میشه و به جاهای بدتری احتمالاً خواهد کشید و این نزاعه و اون ترکیبش با سیما میتونه شفاعت هم بیشتر از این وارد بازی میثم بکنه و شاید میثم خواسته یا ناخواسته بلایی سر شفاعت بیفته. احتمال این هست اگر سریال بر پایه اونی که باید پیش بره و این پازلایی که ما داریم میبینیم الان داره آروم آروم چیده میشه، قصه رو بعد بره به این سمت که اون قلب میثم، اون عمق احساسی عاطفی میثم درگیر ماجرای شفاعت و طلوعی بشه. یعنی هر دو رو به یک میزان داشته باشه، مغزش و میشه گفت اون منطقش دنبال انتقام گیری باشه و همچنین قلبش، ولی خب صرف احساساتش دنبال این باشه که از اون بر حواسش به شیدا و حالا حتی میشه گفت سیما و اینا هم باشه، ولی کار اونجا خیلی خوب پیش نره. به نظر میرسه فیلمنامه نویس داره اینجوری قصه رو ادامه میده که ما هر دو اینها رو توی هر قسمت به یه میزان مساوی داریم، یعنی هم بخش انتقام گیری هم بخش عشق و علاقه. حالا این دوتا کجا با هم دیگه بخورن به تیپ و تاپ هم و درگیری و نزاع اصلی اونجا شروع بشه، احتمالاً تو قسمت آینده میبینیم. از اون ور سعی مهدویان بر این بوده که کاراکتر پردازی میثم رو، حالا من کاری به بازی ندارم، بازی یه چیزیه که ممکنه من دوست داشته باشم شما دوست نداشته باشی، اون اصلا جدا. من کاراکتر پردازی رو میخوام برم سراغش. کاراکتر پردازی میثم رو خیلی دقیق و خیلی بهتر از بقیه در بیاره. چرا؟ چون ما چندین ویژگی تو این آدم میبینیم که این ویژگی ها خیلی وابسته است به اون اقتباسی که انجام شده. ما یک آدمی رو میبینیم که سرکوب شده، تو خانواده خودش کاملا سرکوب شده، همیشه مجبور شده که بخش زیادی از احساساتش، از افکارش رو پنهان کنه. این خیلی از ماها و خیلی از شماهایی که دارین ویدیو رو میبینید. از اون ور آدمی رو میبینیم که رنجوره، افسرده است، بعضی اوقات جواب پیام میده، بعضی اوقات نمیده، بعضی اوقات داره گریه میکنه، بعضی اوقات داره میخنده، بعضی اوقات جواب تلفن میده، بعضی اوقات جواب تلفن نمیده، بعضی اوقات دوست داره با تمام وجودش بره آدم رو ببینه، بعضی اوقات دوست نداره. اون آدم رنجور رو داریم میبینیم. از اون طرف یه آدمی رو میبینیم که بی اراده است. همه اطرافیان، اونایی که این آدم بهشون اعتماد داره، میتونن این رو بازی بدن، میتونن این آدم رو نقش اول بازی خودشون کنن، میتونن عروسک گردانش باشن به نوعی و این خیلی روی کاراکتر میثم بلده و از سجاد هاشمیش گرفته که داره با این کار میکنه، دستمالچی، تا سیما، تا مادرش، تا تاثیراتی که شیدا روش داره، تا حتی تاثیراتی که طلوعی و شفاعت روش دارن، تا حتی یه پیام، همه اینا. این آدم تحت تأثیر بقیه است. بی ارادگی و اون عزت نفس درونی و اینکه به خودش تکیه کنه، خودش رو شخصیت اول قصه بخواد تبدیل کنه، زورشو میزنه، تلاششو میکنه، نه اینکه نمیکنه، داریم میبینیم. نداره اون بیس و اون پتانسیل رو نداره. از باباش مالک فقط اون رفتارها و اون حرکات فیزیکی رو میشه گفت یه جورایی اون تیکا رو به ارث برده، نه اون جنم و اراده رو. هرچند که جنم و اراده مالک هم بستگی زیادی به سمیرا داشت، ولی نه در این حد. از طرف دیگه این کاراکتر بر اساس اقتباس بعد یک شیدایی میداشت که همون رو هم داره. یعنی شیدایی از کجا میاد؟ از اینکه ما میبینیم توی سکانس این آدم داره این ابر بهار گریه میکنه، ضعیفه، انگار دنیا براش به پایان رسیده. بعد چند تا سکانس جلوتر مثلا میره اون کار گمرک و نمیدونم اون محمولایی که گیر کردن و اینا رو از طریق آشناهایی که میشناسه آزاد میکنه، بعد خوشحاله، بعد میاد سیگارو میگیره دستش. حالا سیگارو میگیره دستش نماد اینه که مثلا من خیلی خفنم. اینجا نماد این میگیره دستش و به طلوعی رخی نشون میده که آقا ببین من اینجام، اگه فکر کردی مادر من تنهاست میتونی هر کاری بکنی، اینجا این خبران نیست، من میتونم جلوت وایسم، من میتونم با تو هر کاری که دلم بخواد بکنم. بعد دوباره یه سکانس میبینیم که این آدم پژمرده شده. اینا همه نمادی از شیدایی که این آدم تو کاراکترش تو اقتباس وجود داره و اینجا هم
وجود داره و اینا خوب در اومدن. چیز دیگه ای که هست که تو ویدیو قبلی من خیلی سرش غر زدم که آقا کاش نیان یه کاراکتر رو بیارن مثل دستمالچی که مثلا نماینده از قانون و حکومت، بعد این آدم همه کار میکنه، خیلی آدم خوبیه، حواسش به همه چیز هست، تهش هم قرار شهید بشه و اینا، حالا اون که شوخیه. و دیدم که تو این قسمت خیلی در لفافه، خیلی در پشت پرده، در دعوایی بین دستمالچی و سمیرا فهمیدم که دستمالچی هم اون پاک منزهی که تو قسمت قبل تر، تو قسمت 3 تقریبا نشونش داد که تو دفترش بود و نمیدونم عکس و فلان و بیسار و اینا، اون نیست. اونم آدمی که دفترش پایین شهره ولی بالا شهر میشینه. اونم آدمی که مالک هنوز خوب نشناختتش. خیلی تو پستو اینا رو گفتن، خیلی اون پشت مشتا اینا رو گفتن که حالا میشه گفت برای اینکه سریال پخش به مشکل نخوره و کار سانسور و اینا سرش نیاد، ولی سمیرا اون چیزی که ما باید میدونستیم رو به ما گفت و از اون ورم دستمالچی اون چیزی که ما باید از طلوعی میدونستیم رو به سمیرا گفت. ولی اینجای خورده بازتر، این که آقا این پولشویی‌ها و این مؤسسه خیریه و این جریانات از کجا میاد و پشتشون چه خبره و اینا رو خیلی اونجا واضح‌تر گفت، ولی در مورد دستمالچی خیلی ملوتر و خیلی کمتر گفتن. ولی فهمیدیم و خدا رو شکر که ما حداقل میفهمیم. اگر حتی تا پایان سریال هم دیگه نریم سراغ این که این چرا دفترش پایین شهر خودش بالا شهر، میدونیم که آقا اینم کاراکتر مثبت 100% نیست و همه تو اینجا یه جوری دستشون تا یه حدی توی کثافتی میشه گفت گیره، یه کارهای یه گندکاریایی کردن که اگه بقیه آتوشون رو بگیرن میتونن بلاهای بدی سرشون بیارن. جنگ طلوعی و سمیرا هم وارد فاز پایانی به نظر من شد. یعنی فاز پایانی از اون جهت که دیگه اون ملو و عشق عاشقی و اینجور چیزا داره هی به مرور قسمت به قسمت کمتر میشه. سمیرا به اون ذات طلوعی داره بیشتر پی میبره. البته عجیبه که تو الان پی نبرده، چون ما شاید از قسمت اول پی بردیم، ولی حالا میگم که اون نقطه ضعف در مورد طلوعی چیه دقیقاً و سعی میکنه که یه خورده خودشو بکشه عقب. نقطه ضعف طلوعی هم ما داریم از قسمت اول میبینیم که شاید تو این 5 قسمت بیش از 50 بار رو ما گفتن آقا طلوعی آدم خطرناکه، خیلی آدم خطرناکه، حواستون بهش باشه، این هر کاری میکنه، این هر بلایی سر شما میاره، هر کاری ممکنه بکنه. و تو عمل هم ازش دیدیم که مثلا سر منصوره رو کرده زیر آب، سر ناصر رو کرده زیر آب، جریان هک میثم که حالا یه خورده باگای فیلمنامه‌ای و باگای دنیای واقعی زیادی داشت. اگه یه خورده با اپل کار کرده باشید، با گوشی آیفون کار کرده باشید یا یه اندک شناختی از برنامه‌نویسی داشته باشید، میفهمید که اون سکانس‌ها شوخی بود بیشتر، یعنی طنز بود بیشتر تا اینکه مثلا سکانس جدی. ولی ما تو سینمامون توی سریال سازیمون داشتیم که آقا مثلا با نیو فولدر یارو کامپیوتر هک کرده قاتل پیدا کرده، این که حالا چیزی نیست. خلاصه اگه اون بخشا رو بذاریم کنار، ولی توی اجرا، توی این که ما نگاه عمیق‌تری به کاراکتر طلوعی بکنیم، می‌بینیم که این آدم تا این میثم و مادرش پا میشن میان میشینن تو دفترش، میگه خب سلام زمینا چه خبر، سلام زمینا چی شد. آدمی که اینقدر سالها نتونستن بگیرنش، خود دستمالچی داره میگه این مدت‌ها غایب بود، پیداش نشده بود، ما نمیتونیم گیرش بندازیم با وجود این همه چیزا، اطلاعاتی که میشه گفت ازش هست ولی مدرکی ازش به جا نمونده. چجوری این آدم وقتی میخواست یک زنی رو قانع کنه که زمیناشو از چنگش در بیاره یا پسرش رو، اینقدر بدون سیاست، اینقدر عادی، کاش که اینجا هم روی دیالوگا، روی نوع برخورد، روی نوع نگاه یه خورده کار میشد که ما طلوعی رو باور میکردیم. ما هم مثل سمیرا آروم آروم به طلوعی شک میکردیم، نه اینکه از قسمت 1 از لحظه هیچی که طلوعی تو سکانس اول گفت ما گفتیم این عجب آدم فلان فلان شده ایه و میخواد سر اینا کلاه بذاره. تا الان امیدوارم که روند همینجوری مثل قسمت 5 تند، سریع و دارای اطلاعات تازه بمونه و ما بتونیم بیایم هفته‌های آینده راجبش حرف بزنیم و امیدوارم تعداد قسمت‌ها به سمت 30 تا نره که هم مخاطب خسته نشه، همین که داستانی برای بیان وجود داشته باشه. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید تا ویدیو دیگه. فعلا.